دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی تلفنی گفتگو کرده است. هر دو جانب صحبت را بسیار مفید ارزیابی میکنند. در تاجیکستان قیمت نیروی برق را بالا بردند. مردم عادی میگویند مقامات باید اندیشه آنها را میکردند. خاک خیلی بدم در کار نیست. قیمت 35 درم. خیلی آدم شرایط داره نداره. گفته است یکی از استرداد شده ها 4 دفعه برای دزدی و دیگری 9 بار برای رانندگی در حالت مستی به جوابگری کشیده شده است. لهستان از سال 2015 بعد از موج تعقیب مخابرات یعنی بیشتر از 35 درم تعیین شده است و این هم در حالی که نرخ فعلی هم برای بسیاری ها گران دانسته می شود. برات یوسفی گزارش میدهد. بهلول رچوشوف ساکن ناحیه روشن را خبری بالوروی نرخ برق حاضر این رقم به نزدیک 31 درم برابر است. خاک خیلی بدم در کار نیست. قیمت 35 درم. خیلی آدم شرایط داره نداره. آدم‌ها سیر فرزندن، یا خیلیش دارن یا خیلیش ندارن. برخی ساکنان میگویند هرچند در بلند آشیانه زندگی میکنند ماهانه تقریبا 300 سومانی پول برق میدهند. آنها نگرانند که با طرفه‌های نو احتمال خرج برقشان با 400 سومانی نزدیک شود. 280 سومون از اومدگی. 600 زندگی میکنیم 280 سومون. قیمت نمیشید خوب تر بود که خلق مثال خیلی میورد. آدمای بچه‌ها در اسیا کار میکردگی. این در حالی است که کارخانه‌های تالکو، آزاد و کامبینات متالورژی تاجیکستان نیروی برق را ارزان‌تر میگیرند. در تاجیکستان یکی همین کارخانه کلانتری مواد آلومینی است که وای قریب 60-70% برقی که استفاده بشود استفاده میکند. زندگی اهالی قریب 60-70% تاجیکستان معلوم است که زندگانی چند نوع خوب دارند. این نرخ بر زیان مردم است. شرکت برق تاجیک سبب بالا بردن نرخ برق را شرح نداد. در شبکه‌های تقسیمات برق وعده دادند که این موضوع را بعداً شرح می‌دهند. قرار افزایش نرخ نیروی برق در حال صادر شده است که از تیر ماه گذشته تا حالا مردم با محدودیت برق می‌گیرند. طبق اطلاع رسمی در سال 2024 در کشور بیشتر از 22 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید شده است که 3% زیادتر نسبت به سال پیش است. طلبات سالانه تاجیکستان در عموم 19 میلیارد کیلووات ساعت گفته می‌شود. کشور در سال 2024 با بیش از 906 میلیون سومانی به خارج برق صادر کرده است. دونالد ترامپ президенти ایالات متحده آمریکا و ولادیمیر زلنسکی президенти اوکراین روز 19 مارت با هم گپ زدند و گفتند که برای پایان دادن به جنگ همراه کار میکنند. یک روز پیش از این президент آمریکا با ولادیمیر پوتین президент روسیه تلفنی گپ زده بود. کاخ سفید صحبت ترامپ با پوتین و زلنسکی را مفید و قدم مهمی برای پایان دادن به جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین دانسته است. مومن احمدی گزارش خبرگزاری رویترز را پیشنهاد میکند. در اوکراین 175 اسیر رها شده از بند روسیه را پیشواز گرفتند. اوکراین هم 175 اسیر روس را رها کرد. مسکو اعلام کرد که این توافق در صحبت ترامپ با پوتین به دست آمده است. در این صحبت قطعی حمله به بخش‌های انرژی اعلان شد، ولی چند ساعت پس روسیه و اوکراین همدیگر را بر رعایت نکردن این وعده عیبدار کردند. مسکو گفت که اوکراین به یک انبار نفت در جنوب روسیه ضربه زده است. اوکراین روسیه را به حمله به بیمارستان و خانه ساکنان و خراب کردن راههای آهن عیبدار کرد. اوکراین و روسیه همدیگر را زمان به بی‌عهدی عیبدار کردند که آن روز ترامپ صحبتش با زلنسکی را خیلی خوب نامید. پیش از این صحبت زلنسکی گفت روسیه دیگر چی میگوید، ولی عملا نشان داد که به صلح آماده نیست. او تاکید کرد که آمریکا باید همه گونه سازش آتش بس را نظارت کند. ترامپ و زلنسکی در حال با هم صحبت کردند که آخر ماه فوریه در کاخ سفید با هم جنجال لفظی داشتند. سخنگوی کاخ سفید گفت که زلنسکی از ترامپ برای دفاع اضافی از آسمان اوکراین تجهیزات خواسته است و ترامپ هم وعده کمک کرده است. او گفت ترامپ فراتر از سازش درباره استخراج معدن‌ها صحبت کرده است. ما فراتر از استخراج معدن و درباره آتشبس دائمی گپ زدیم. ما حالا با آتشبس نسبی دست یافتیم، اما پرزیدنت یک هیئت باهوش و با تجربه را به عربستان سعودی میفرستد که برای صلح و پایان دادن به جنگ تلاش میکند.
ترامپ بارها وعده داده است که به خونین‌ترین جنگ پس از جنگ دوم جهان در اروپا خاتمه می‌دهد. کشورهای اروپایی نگرانند که احتمال ترامپ به نفع روسیه تصمیم بگیرد و آینده اروپا را در خطر گذارد. با وجود تهدید به زندان در ایران وقتهای اخیر شمار زنان آوازخوان زیاد می شود و آنها با استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلاش می کنند برنامه‌های هنری خود را برای دایره وسیع بینندگان معرفی نمایند. ولی مقامات خوانندگان را بازداشت و بازپرسی و گاه‌ها حبس و زندانی می کنند. یک سببش اگر در منع بودن آوازخوانی به زنها در مظهر عام باشد، سبب ظاهراً عصبانیت بیشتری مقامات بدون حجاب مجبوری هنرنمایی کردن زنان بوده است. مطلب رادیو فردا را در این باره همکارم زرانگیز نوروزشاه تقدیم میکند. گفته بودم اگه برگردی دوباره غم میره از دل و تاریکی میمیره. در ایران برخورد با آوازخوانان زن سخت‌تر شده است. برخی را بازداشت یا بازپرسی و دسترسی گروهی دیگر را به اینترنت منع کردند. صفحه گلسار رحیم زمانی در اینستاگرام بسته و تمام مواد و نوارهای آن پاک شده است. ماموران امنیتی برای هم‌آوازی در یک سرود صباح مرتضی نژاد را بازپرسی کرده صفحه‌اش را بستند. بیتا حاجی صادقیان آوازخوان و آموزگار از اصفهان هم بازپرسی و به ضربه به ارزش‌های اخلاقی متهم شد. هوا سیفزاده هنگامی آوازخوانی از سوی شخصانی ملکی پوش دستگیر شد. دیرتر او را آزاد کردند. آوازخوانی زنان در ایران از سال 1979 و پس از انقلاب اسلامی ممنوع شد. بسیاری از آوازخوان‌ها به ترک کشور مجبور شدند. ولی نه همه مقامداران از این قانون پشتیبانی میکنند. یک روحانی اصلاح طلب از شهر قم گفت منع آوازخوانی زنان اساس دینی ندارد. فرق بین زن و مرد در این جهت نیست و ما چرا نصفی از جامعه که اونها استعداد دارن، فرصت هایی دارن و میتونه کمک بکنه به تعالی فرهنگ انسانی ما و فرهنگ اجتماعی ما، چرا اینا رو محروم کنیم و چرا اینا نتونن ازشون استفاده بشه و صوتشون؟ از نظر نواندیشان دینی این مسئله معنا نداره و فرقی بین زن و مرد نداره. کمر باریک من، شام تاریک من. بعضی از آوازخوانان از پوشیدن روسری هم سرکشی میکنند. پرستو احمدی برای بی‌حجاب ظاهر شدن در یوتیوب یک مدت بازداشت شده بود. زرا اسماعیلی سرودی بلک تو بلک را بی‌حجاب خواند. بعد سربیننده شدن نوار او را بازداشت کردند. سرنوشتش تا هنوز معلوم نیست. جمهوری اسلامی دوست نداره که زنها، مخصوصا زنهای شجاع، زنهایی که کاری رو میکنن که مطابق با اون استانداردها و قوانین جمهوری اسلامی نیست دیده بشه و اینا از این دیده شدن نمیترسن. و نهایت خبر روز این است که در تاجیکستان سال نو یا نوروز فرا رسید. سال نو خورشیدی در قلمرو تاجیکستان از امروز 20 مارس ساعت 14:01 شروع شد. ستاره شناسان تاجیک میگویند سال نو واقعی و علمی از همین روز است، نه از 31 دکبر میلادی. همکاران ما در دوشنبه در همین باره با ستاره شناس تاجیک گلچهره قاهروا صحبت کردند و اول از شرح علمی این پدیده پرسیدند. زمین در گرد اطراف آفتاب چرخ میزند و هر سال در همین راه دایره زنی زمین در گرد اطراف آفتاب زمین از یک نکته جالب میگذرد که در علم استرونومیا همچون نکته اعتدال بهاری معلوم است.
ҳангоми гузаштан аз ҳамин нукта дар илми астрономия ин лаҳза ҳамчун саршавии ҳақиқии соли нави астрономӣ ҳисобида мешавад. бинобар ин дар ҳақиқат соли нав на шаби 31 декабр ба шаби 1 январ ба вуҷуд меояд. дар ҳақиқат соли нав аз рӯзи гузаштани аз лаҳзаи гузаштани замин аз ҳамин нуктаи эътидоли баҳорӣ оғоз меёбад. ва суоли дигари мо ҳам аз донишманди тоҷик ҳамин буд ки дар бораи эътидоли баҳорӣ якаме ҷузъиёти бештар бидиҳад. ҳамин соли 2025 дар асоси ҷадвалҳои аниқи ҳаракати замин дар гирду атрофи офтоб лаҳзаи гузаштани замин аз ҳамин нуктаи эътидоли баҳорӣ ба рӯзи 20 март соати 14:01 вақти маҳаллӣ ба вуқӯъ мебиёд. вале барои мо дар илми астрономия аз ҳамин лаҳза соли нави астрономӣ оғоз меёбад. ва аз дигар тараф